سلام دوستان، اومدیم کنار دریا، جاتون خالی، سمت ساحل انزلی. میخوام ببینم میتونم صدف پیدا کنم برای صید ماهی سفید یا نه. اومدم زیاد چیزی ندیدم متاسفانه. احتمالا پرنده ها زودتر کلکشون رو کندن. دو سه تایی اینجا هست بهتون نشون میدم. اینا رو قبلا پرنده ها خوردن. اینجا باید کاملش رو پیدا کنیم. آها، این مثلا یه دونه کاملشه. کاملش رو پیدا کنیم. چی شد اصلا؟ گم شد. این مثلا کاملش، میبینی؟ این هنوز زنده است. حالا هرچی دیدیم رو میذاریم دیگه. اینجا درشتش رو پیدا کردم. درشتش رو پیدا کردم. ماهی سفید عاشق این صدف هست. شاید دریا میاد به سمت رودخونه، با این طعم آشناست. تو دریا هم تقریبا فقط از همین تغذیه میکنه. اونورم آقا کیان با همسرم اومدن کنار دریا، یه تیر دونشونه دیگه. یه دونه هم اینجا. صدفاش کوچیکن. اینم یه ماهی کفال مرده. پرنده ها صبح زود میان صدف ها رو میخورن، برای همین سخت پیدا کردن. سلام سلام. کیان صدف پیدا کردی؟ صدف ها رو ببین. صدف ها کوچیک و کم هم پیدا کردنشون هم خیلی سخت شده. وقتی طوفان میشه، دریا مواج میشه، اینا میزنن بیرون. دیر به جنبی هم پرنده ها همشونو میخورن. اینجا خوشبختانه چند تایی پیدا کردیم. حتی اگه صدف نبود مجبورم از کرم استفاده کنم. کرم هم خوب جواب میده. کلا فکر کنم یه 20 تا جمع کردیم. زیاد نیست، اکثرا هم کوچیکن، ولی خب چاره ای نیست دیگه. آقا کیان کجا انداختی؟ بده من اینا، بنداز این تو. بنداز این تو. آفرین. جلالم اومد و یوتیوبر دوستان این صدف ها رو دیروز گرفتم، خیلی هم نیست، بیشترش هم کوچیکه. هم تو ویدیو میفته یا نه. اینطوری باز میکنیم، یه تیکه گوش داره، میزنیم به قلا. اگر باشه آبگله
هر چقدر لازم شد میزنیم دیگه، قلاب باش پر میکنیم. این صدفاش کوچیکه، بیشتر باید بزنم. قلاب معمولا سایز 4 برای ماهی سفید استفاده میکنم. یه کرمم تهش میزنم مثل استاپر، چون صدفاش شلن. ماهی سفید کرمم دوست داره. ریسم که انشابی ساده است با 2 تا قلاب بالا یه سر پایین. عرض داستان هم داریم. لوکیشن رو بگیم آقا جلا. لوکیشن هم رودخونه شفاروده. اینجا فرد میشه 13 به 10. آره مملو از ماهی آزاد هم اینجا زیاد میگیره. طول کشه رو بالا دیدیم. فاش تو چیزی زدی؟ آره. اوه شناور رفت زیر. شناور رو بیشتر برای راهنمایی بیشتر میذارم. شناور رو میذارم که نوک مک زد راحت تر معلوم بشه. نکنه ببره. اون دیگه باید بریم با تور جمع کنیم. روش جدیده ها شناور در. آره دیگه بعضی میگن کف خواب با شناور نمیشه. کف خواب با شناور شما کردیم شد. کلاج پایین این چه همین ویدیو کلی بازی میخوریم. این چرا؟ ماهی سفید تنز توش زیاده. نه تنز خیلی بازیده. آره هلولا هرچی ما تو ماهیگیری ضعیفیم تو تومه یابی قویم. چیم قوی حیوان گیر که دوری هم نمیخواد. چند سال پیش اینجا 2-3 تا ماهی گرفتم. آره همون بود. یاد همونو فقط همون سال. آره به یاد همونو 5 ساله میای اینجا. آره پارسال نیومدم. پارسال آب گل بود. پارسال فقط من گل بوده نیومده. ای داخل زیاد آپشن نداریم. این اصلا اون رو خیلی خراب. آره ماهی سفید عاشق چاله‌های عمیقه، مثلا کنار و زیر ریشه های درخته. اگه اینجا رو پیدا کنی معمولا موفق میشی. حتی با این حجم داما و تورکشی ها واقعا یه ماهی بیاد تو رودخونه خیلی شاکار کرده. بیشتر این ماهی هم شیلات تکثیر میکنه دیگه، به شکل طبیعی دیگه تخم‌ریزی نمیکنه. آره بین درخت ها همیشه آب میچرخه. آره بدبختی این هست.
اینجا از همین شاخه‌ها به عنوان پایه استفاده میکنن. کرت خاله بهش میگن. رودخونه شفاروت رودخونه خیلی پرباریه. البته سالهای قبل دیگه مای آزاد خزری هم داخلش میاد که اکثرا با دام میگیرن. من ندیدم با قلاب کسی بگیره. اینجا دیگه صیادا 24 ساعته تور میزنن. علاوه بر این که تو دریا و تو رودخونه دام میذارن، تورکشا هم بالاخره شب و روز در حال تورکشی هستن. بخش اعظمش هم بحث فقر دیگه. فقر که باشه نمیشه هیچ کاری کرد. سال به سال تعداد ماهی‌ها کمتر میشه. بعد ما میگیم برکت رفته. همش برمیگرده به خودمون. هیچ خبری نیست، نه نوکی نه چیزی. آنقش خوبه اینجا، ماهی نیست. آره فکر نمی کنم، نه فکر کنم عمق نداره. اونجا رو بنداز حالا. بعد مدت جلالم دارم میبینم از نزدیک. این چند روز همش بارندگی بوده، آبم به این زودی ها روشن نمیشه.